از که تو زود در قصد میزنه هیچ وار نمیده دست پنجید خشک شبه خود دروازه را کپ میکنی بیام بس بیشتر تق 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 زدم اینم فقط مردی در خانه هیچ کس نیست خانه سلام علیکم خوب هستی مادر جان برو زود که دست آنی دستم تق تق میزنم آلیا کجاست ملکه کجاست برو وانا میگه پس دختری در خانه نبود ندیدم نه مام ما کمی رفتم دختر ندیدم خیلی پت مات شدم خانه هیچ پیش ما شما نه هیچ پتم نشده افتادم دست موگار شد کمر موگار شد چرا روی زد بریزم خلاص دختر نمیگیره بته دیگه شب آره من دیگه نگفتم مادر که بگویم تو کی نمیگیره مادر خبر نداری بچه نه لالا جان یک گپ میگم تا خو مقصد خود تا کنترل کو خو حالا چی گپ از او دختر صحیح میگی نمیگی او دختره که به تو گرفتن او میگه حالا که من نمیگیرم الای پردار سایکو یال سایکو بیازو دل تنگ است مصابم نارام است جگرخون هستم دگامی خانه را گورستان تیار جور کردن که نفسم برای ازاریم بترخه این چی حال است چی روز است از برای خدا خوب میفهمن که من زمستان کشد که نفس تنگی سبیلیم شور میخنه نفس کشیدن نمیتونم باز خانه رام دب در دب میکنن فقط من زندانیستم آه بابا بیازو اصابم نارام است که باش که این بچه چطور میشه چطور نمیشه نگفتم هم نمیکنه انشالله خطر نمیمانمشه ویالا چی کردی مادر؟ چی کردی؟ چرا نفس سوخت؟ پردار جمع کردم حالا میاد چی است؟ باش که ظرفار ششتم که دختر تناست ظرفار ششتم که چی کردم دمی دل میگه گپ کش مادر سر میظرفشی گفتم میشه میتونه رو بیاز مریض هستم دیگه تو وضعیتم خوب نیست میبینی که نه یک سلفا میکنی و تاوم داری چیزم من گفتم بخیزم برم خانه یا به دختر زنگ بزنم یا سیده شب خانهش برم در شب خانه ببینمش امی دختر گوشه کنم که خودم دختر گپ بزنم بچم نه گوشه کنی بیشه امی فقط دم شفاخانه برو بشوری همکارایش بشرمانشه اما که دل تر نامید که سنگ نامیدگی را دل تو زد تو برو هم دختر شده شبخانه بگو خوار مادرم بگو تو شیرینی خوری کردیم شیرینی گرفتیم لبز گرفتیم پیسه دادیم تا نصف تویانه ترسانیم نصف وجه ترسانیم دیگه چی بانه طلبی میکنی بیا ننگ ماست ناموس ماست ننگ از گور خیسته ما ننگ ناموس خیلی اعلان نمیکنیم با ما مادر اینال تو گپ است که دختر رو به خوبی بگیرم در شبخانه برم اگه گپ بزنم بعد از اون سیاست است نه پیشم چهار تا همکار چی امیر به خوبی میکشمش مقصد یک جای که دخترش ما یک دفعه گپ نزنم هیچ شد ندارم مادر به خاطر چی میگم مادر و باید دیوانه میشه به خاطر شاو رفتیم باور میکنی سه دفعه دروازه رو باز میکنم باید تو جگرخون شش تا خواهد نمیبره نه ما خیس ماسا رفتم دروازه رو باز کردم باش که این بچه دورا جان دست به خودکشی نزن جوانش یک دفعه خدا نخواسته سرش گپ تاثیر کنه همه تا خرگوشه کار چشمکایش بل
میکنه زیاد جگرخونه. چشمش در چرخ زیاد جگرخونه مادر. نه ما اگه ماندن والا نیستیم. نه تو هیچ نه تو هیچ غرض نگیر، هیچ غرض نگیر. من میرم دختر به خوبی میگیرم مادر، به خوبی میگیرم. خوب یک چند چی میگم میبینیم که در کدام راه موفق میشیم. یا خور خدا رضا کنه مادر، یا باز ما طریقه شاه دارم که چرا هم کتش گپ بزنم. نه من خازم زنه یوارم بیخی میترسم. یگان خو سر راسته می باشه. خدایا توبه کردیم، خدایا پرده ما کنی، خدا جان دیگه چی روز از سر میاری خدا. دیگه طاقت این گپا رو دیگه ندارم به خدا. مادر جان تو جورو داری؟ بچه چی کنم؟ من جورو میکردم. اون آرزو رو روان کردی خودت جورو داری. خیر بچه بیبی تا مجمعی. نه خیر من که من جورو میکنم. من مادر جان میخوام جورو میکنم. جورو میکنم باز میرم. خیر حاله. بچه من میترسم که زن کاکای چان نبیایه. نخواد بیاین مادر. تا وقت که آمدن از یو بودم نمیاد. خو مدیدمشان یگان خو سر راسته می باشه. یگان خو سر راسته می باشه مادر جان. خو سر راسته نمیشه. خیر من چی جواب بر از اون نخواد بیاین. خیر دا فکر از اون نباش مادر جان. ما میریم شبخانه سرم وقت میشه. تو برو شبخانه برو بچه. من همونجور رو میکنم. نه دیگه کالایت خواب. نه خیر مادر جان. لباسات خاکتر میشه. من خودم میرم دخترم. جان مادر. باز زحمت میشه خیر مادر جان. دختر نازم. خیر خدا بزرگ. برو خدا که دق میشم پشت. برو بچه. خدا بزرگ. سپردت به خدا بچه‌م. خداوند نگاهانت باشه دخترم. خداوند از زمین آسمان از آفت زمین آسمان نگاهش کنه بچه. خداوند چشم دشمنا را کل کور داشته باشه. یعنی می دختر است که دادم روی مساگی دختر نمی بود من خود دیوانه می شدم. خدا جان پرده دختر مکنی خدا جان و تو سپرده میشن خدایا. کم وقت کل کار خانه را میکنه تمام کار خانه را میکنه بازم میگم همی تو بانک مبر کنم بچه خودم میکنم. صحیح است. میشه که گپ مردم میگه باچه و باران شو خدا مراد خودش چی نبته که مراد ما پورا نشه. میشه یعنی میگه به خیر ما تو باشه. مراد ما میته ما برم اصلا که می گپ بزنم مادر. دختر توی کنم که دان ننیش واز با یک چشمش خنده کنه یک چشمش گیره. من میگم نمی کارای از این میا ای توی مویم نمی هتل نمیگم بسم الله الله اکبر یک بجار برنج بندازم خلاص نکن. نه اوتام نمی یک سیب یک برنج میتیم به خاطر امی کار از یا امی کار ما شما اگر چی ارمان واسه مردم خودش میفهمه خرجش مردم است. چی واس ارمان دل گرفتیم که هتل میگیریم که فلان میگیریم مثلا نه نماندن یاد اگه من دل خودم ما شما خدا مولاد خوشچی نبته. خوب شد که خودش همین گپا را بالا کردن. اینا گپ ما گفتی اگان تا چی نداره میگه گپ نرکره نداره. اینا باز ما میگم خوار مادرم تو یک جا انداختیم در بین فامیل ما و خودت. نه این تو بچه ما که بالا دیر آمده گپ ما ورزندارید بود که از ما گرفتی. مادر میگه پس از اول که تو داره دل جمع باشه. برو خپک زیر بوریاس که تو با مامش اونمو کار سرت کرد هر چی نباشه چاله ورزنداری رفت سرت. حالا مام چاله ورزنداری را سرش میرم در یک پیاله که دختر شنکار نکردم اینه برو. مقصد از این میگم که بچه من دلواک شده به خود قصد بچه رو نگیرم نمیمونم تو با مادر بیشیخ من رفتم مزود بخیر امی میرم یک خوب دختر یک دمالم سلام میگیره بود چی کامیام میشه من رفتم مادر خداحافظ کرد. برو پناهید به خدا پناهید به خدا. دختره بشانی کتیت گپ بزنی کتیش. خو دختره یک دفعه ما دختره بشارم که دو به دو چشم شویم که گپ بزنم باز من کس مرد ببینم که من کر از این گپ شوم. قدس پایم نفتیدیم هر قضایی ساخته خورت ساخته. چی میکنی؟ بیا نانو جان خوب هستی؟ شکر تو جارو کردم خانه رو نانو جان. برو خیلی تو بشی من میایم. تو خانه گرم است خانه ما یک خطیه در میم چاری در بیت میگه زغال خوز پشت بخاری بشی نانو جان. برو سعی سمی خیلی باش من پیشتی رو پشتت بانم. نه بیا بیا تو کتی چند تا گپ دارم بیا گمش. خو خیر از گپ خو هست از گپ خو خلاصی نداریم. بشی بگو نانو چی شد دختر موالش آمد نامد در گور از در کجاست که اولش به اول مرگش در کجا میه؟ سلام علیکم خاله. سلام. تو دستی خوب هستی بخیر؟ خوب هستی.
روز دام قصه تا که هیچ نفهمیدم اشتا کامره نمند. من چی میگفتیم قصه تا تو باز برم بکن. زندگی ما سراسر مشکل است. چرا؟ از کدامش قصه کنیم؟ کلش قصه که برم. ای که ما آمدیم و به چه حالت رسیدیم. خیلی سخت است. از کجای شروع رو برم؟ از چی برتر رو برم؟ بسیار سخت. آدم زندگی که شاهانه داشته باشه بگذاره ولی مشکلات سرما بسیار تو تیران بگی قسم انداختن خورشید ترس. بله مادر جان کجا هستی بیا تو این فکر تو همین گناه ممنون که آدم نیست که من بوتم من باز تو پس قاد پوشیدی نه من نپوشیدم. کی پوشیده بود نمیفهمم. تو با خدای تو بخیر نمی عادت تو نسته بیا زود نه حال بوتکا داره مادر. خوب شدم کارو بعد خیردم بیغم شدی آه اینه مادر جان. بیا تو برو مسکال مرا بیا کجا میری بخیر مادر؟ من میرم یک جای بال بر تو بگویم آل خوب کجا میری عادی پرسان کردم. خب نه بر تو گفتم نمیشه دسکال ما برم من میرم یک دفعه یک جای کار دارم. خیر از بگو مادر جان کجا بر تو بگویم بر بی بی سی بگویم کال بر کل دنیا رو پر کن دیگه که هر گپ شوه امتدام دانکم دختگیست دیگه حرفازم برات نمیگم دل جمع باشه فهمیدی مادر جان ما مزمی خان هستیم که نمیگی نه؟ هیچ نمیگم برو خیر از بگو مادر. حال تو چه قشاده هستی و دختر بمیگم کجا میری به حاله؟ خدا دلت تو قوره میشه که باید یک گپ باشه که زود کده باز بری اگه پیش ملکه میری خمارم ببرم. نه پیش ملکه نمیرم یک جای کار پیش دارم. ملکه نمیری؟ نه یک جای کار دارم برو بر تو گفته دیگه نمیشه یک دسکال بر مقصد یک دسکالک چی بر پیش یک کس میرم پیسه دانی تو خکت دستی ها نه پیسه دانی هم نموجه است برو پیسه دانی اونو چی دسکال پست مار تبتم یک رقم تو پلنگی یک است. ما یک تایشه بیار بچه مقصد دسکال باشه چی کنم پلنگی یک شک ما برم تو بان که ما برم دختر خوب صحیح میک چی میگن دادم بشه بگیرم میشم شالای کار اینگه کبتی برم دیگه استیکه کاری در شفخانه خب من رفتم بچه نه جای نمیرم پیش دکتر میرم ما دختر چطور گوشای بیخی هوا گرفتگی است گفتی که میرم شفاخانه خب من میشه یک جای دیگه برم شفخانه یک گپ یاد داری که تو برو در خانه بشی خو ما یک جای میرم زود کار دارم زود میام فهمیدی صحیح خلاص پشتت نبی مادر نه برو تو از پشت می گپ جور میکنی برو کال کنم گپ مادرام میشه گپ جور دیگه مرا چی جور کردی برو ما بر ما معلوم شدی بچه‌م سعی که بچه‌م ما بر ما معلوم شدی بیغم باش بیغم خو از این پس مثلا تو دیگه تو مادر تو بار ندارم فهمیدی بین فامیل تو برو در بگیره خواهد یخ کوچه رو تو قایم کاری کردن فقط بگی که مادر ما خونجا روان کرده خدا کنم باز کدام گپ بد نزنشون ولاج نه خیلی بخته شد باش خیلی یک چیز کمش کن
موضوع رو خمون درک میکنم میفهمم که به خاطرش اینجا بچه ما به خاطر نمیگه افترا بودن خلاصه که غم دارم میخوری به خاطر خودت نمیگیره یک کار میکنی که بخیر خوبی یا خودت یا اول خودم خودت من زیاد خودت دارم خودت سعی کن بچه چی نداره جان حالا خودت جان بچهش ما چیز نداره و بچه کاکای مدیدی میشناسم قد داره قواره داره اصلا تو به این بچه میزیدی خدا بقدر خوب نگاهی کنم بقدر خوب نگاهی کنم مثل یک گل که انسان در قفل دست نمیکنه میفهمم حالا جان زن کاکای ما خوب هستن شما بچه کاکای ما بر مشکل دیگه جایی هستن چی؟ مشکل اینجاست که ما برای مادرم تعهد کردیم که ما میخوایم که عروسی کنم تا وقتی که مادرم زنده است 1000 سال زندگی کنم ما برای مادر میباشم میفهمی که پدر ندارم بچه متعود در وقت میگیری که خدا نمیگیری من چی میفهمیدم حالا جان حالا من خبر میمانم قاسمت میرفت این خواب نمیدونی که ما دیدی که تا علاقه میخواد هر کاری که میکنی بچه حالا جان ما سعید درکتان میکنم یک موضوع خیلی کلان است شما حتما وقتا بخیش خودم گفتیم که مثلا ناروس میاریم که موضوع بسیار جدی است ولی من برای مادرشون گفت زدیم که ما رسی نمیکنیم اگر ما رسی کنم نیفهم خودتان میفهمید ما نانآور خانه نداریم میدونم خودم اگر ما رسی کنم نانآور خانه ما کی میباشم بچه ایزا در نظر میگیری جان ما شما در نظر دارم شما من در قربان چم اگر بچه ما بگیری تمام مشکل ما میشه قربان چم حالا جان ما گفتیم بچه شما هیچ مشکل نداره ما با بچه کافه ما گفتیم مثل بیادرم ولی ما مشکل ما رو شما درک کنیم ما نانآور خانه نداریم بچه خود مادر بیچاره در روی سرک میمونه در روی میدان میمونه مادر چی بچه میگیری بچه ما بگی مادر کن خیلی شما سعی کنید هم بچه خود میکنید مادر ما بیچاره هیچ یعنی او دختر من میگم روی حلش پیدا کنیم ما از اخبار مردم روی حل خودمون میالم تا یک سنجش داریم که روی حل پیدا کنیم روی حل که پیدا نشه خیلی چطور کنیم برو که تو نمیگی خیلی خم خوراک دیگه آرزو رو میگی خاله جان آرزو خورد است اگر آرزو رو میدادیم از ما اول میدادیم برکن خورد تو نمیگی بچه ما هر کاری میکنیم روز یا خورد و نه به تفاهم میرسی یا خورد این نمیشه که نمیگیرم این نمیگیرم نه حالا جان آرزو خورد از بیچاره میفهمید که نمیخواد بزرگ بود این کار فرانسمت اگر آرزو رو بزرگ بقبولانیم باز نمیتونه یک کار نشه از این میترسم هیچ گپ نمیشه هیچ گپ بگی چرا خوارم گناه داره نکنه گناه داره خودت بچه خیلی حالا جان تو بگیری خوش میشه خب اگر من فکر کنم در این میدانم نمیمونه بچه دور ما خیلی است و باید میریم کورم ما بچه داکای ما بیادر خوندیم خاله جان همیشه کنیم برتا اگر میشه مرغ از دختر همین داره نخیر نمیدونی یا خودت یا خودت تصمیم درست تو خدا نکنه دمیغه هم مرگ موندی بیادرم خود گم شد در جان دختر دیگر دستاس نبرزدی که اول مرگش همین دخترم گم شد نانو جان از همون که مرگش آدمو که قربان سرچمونمو که اگه شنگری دمیاله نمیگریخ نمیره همون خیلی شنگری دم خانه من میام دیگه جای نمیره خب خانه تو رفته کت بچه تو رفته کت بچه من که رفته خو سعید کت بچه من رفته ما هم خبر نداشت مال نو تازه خبر شدم حالا خو خیلی بگی شیرینی مرنی بده که میدان مردم پات چاوا تا بکای میره چپاتی پختک ندان مردم بزنم نمیشه مردم دنیا خبر شد دنیا آواز افتاد قوم خیس یار شری دوست دشمن شیرینی میتی دلت لبس میتی دلت نان میکنی شیری کلچه میکنی هر رقم که خودت راضی بگی همش دسمال دختر بر ما بده ور بگو یا دختر دیگه طرف یا بخی دختر بچه تر خوش نداشت برم پنشون به خدا این رنگ زردی رسای کن یا اون گپ خدا یا سلما را بده و دیگه دختر تا بده با کی؟ بر بچه از او سلما دخترم شوی نمیکنه نانو جان و تو معلوم است که نانآور خانه ما خدمتگار خانه ما اینمی سلما بر ما دختر نیست بچه است خب که نانآور خانه تست دیگه هر چیز کس نال و دختر بدر خور از اون نیست دیگه چقدر شد دو ماه شد یک و نیم ماه شد چقدر شد که دختر رفته میفهمم نانو جان خیلی چطور کنم حال خود آمدن جوابشان دادم لیلا یک بیابم کرد یک روز را سرمند که ما خیش دارم نه قوم دارم که ما چطور دارم خالم هم خیش دارم قوم دارم اگر از شروع قصه برد بکنم خاله جان دیگه فکر کو که شیطان کرد ما گریه کرده باشیم دو روز قصه کردی نفهمیدم گفتم باشه یک دفعه پیشت برم پرسان کنم که چه قسم گپ بود. خب کم کم خواهد زندگی ما رو خودت خبر داریم اگر خودت قصه کردم اون روز دیگه ما زندگی ما بسیار خوب بود از کل چیز هیچ چیز کم بود نمیشت اما ما واقعیتش فردی دوست داشتم دوستش دارم
ولی ما یک خواهر دارم دکتر است. او از دوست داشتن ما خبر داشت، میفهمید، اما گفتم، همیشه گفت نکوی کاره، خدای نخواسته بر ما یک نامبدی جور نکن. حال دوست داشتن خودتان میفهمین دل میره یک دفعه. اما مرا بسیار با مشکلات، بسیار با ضربه‌های سخت مادر من راضی کرد که بچه کاکای میز مرا خواستگاری میکرد. خوارم دیگه مادر من راضی کرد که باید از سینه میره به تیاره رقم میشه. وقتی که فامیل کاکای ما اومد خواستگاری دیگه این خوارم هر رقم میشه گفت ایره بتیم برم پشت بخت به بچه کاکای. به بچه کاکای. ولی دیگه من راضی نبودم چون وقتی که آدم یک نفر دوست نداشته باشه زندگی نتونم روش بسیار سخت است. بسیار. وقتی که دلت نخواهی که یک نفر زندگی بسیار سخت است. این مادرمون بیخی دیگه بلا کده. ما چی کردیم؟ خاله بخور بیادر خود به فامیل خود گفتیم، به بیگانه خود نگفتیم که شیطان منافق از ما جور میکنن. خدا نگاه کنه. توبه. الله چیال روز شد سر بیادر بیچاریم چی کم داره؟ خدا زده ای دختره کارا میکنه. مچون که کی آمد؟ خواهی نمیشه دروازه بکن. چی کده دروازه تاب کده. صدای پدرم دروازه رو جور کنم. سلام علیکم پدر جان. خوش آمدی پدر جان. آمدی بخیر؟ بخیر باشی. چرا باشی؟ خیر نصیبت. هیچ پدر جان. یک گپ است میگم نگوی که از ما شنیدی. خیرت باشه نفس هم تو سوختگی. خونجه دالیز جور میکردم پدر جان. خب هر وقت جارو کردن است بچه‌م که چند بجه رفته بود کجا؟ خب خیر است یک گندالزک خرد ما بود که چی نبود جای کلان دیگه جای رو جارو کردیم. خیرت باشه بگو چرا؟ مقصد بسیار یک خبر خطرناک است که اینا اگه بگی که از ما شنیدی خب مقصد مرا اینا میزنه. خب دختر بگو چی گپ است که بخی زاری ما ترخوندی؟ چی گپ است؟ خب اینا میگم که نگوی باز مردکی ندی. اونو دختر را که بر عبید گرفتن میگم عبید نمیگیرم. چی؟ اون مادر شیشته بر مادرم گفتم مادرم خسته آمده. مادرت خودت شنیدی گپ؟ خودم شنیدم با گوشم. دختر راست میگی یا دروغ میگی؟ چرا دروغ بگم پدر جان گپ دروغ میگم باز به تو میگم. وای خدا یک جنجال دیگه جنجال. چی گپ شده؟ چی شکسته چی ریخته است؟ نگفتن چی گپ؟ من نمیفهم که بیادر ما چی کمی داره گفتم من نمیگیرم اینم بچه. خب بیادر ما هیچ کمی نداره کمی ده خودشان. چی گفت بیبی چی میگه باز؟ بیبی میگه شما هیچ غرض نیست ما خودم کشیرنی آوردیم خودم کل چیز خلاص میکنم. اون خودت برو کاتش گپ بزن. بابا من نمیفهم که بخی. مقصد نگوی پدر جان که از ما شنیدی که اینال باز قار میشن سر ما. او دختر تو وان مرا گمش که مرا بان که من میدار به خودم. مقصد نگوی که از ما شنیدی. بابا اینا یک برنامه یک غم دیگه رو جور کردن. بگوی که از ما شنیده. خورشید جان و خورشید بازی نامراد شده خدا گم کرد. او دختر کجاستی؟ صدای من نمیشنوی باز کجا خدا گم کردی؟ الو خورشید؟ مادر؟ بچیم آمدی بخیر؟ بخیر باشی. بیا بشی جرک باشی دختر صدا کم گفت من بخاری را بیاره پیشم با نکی دست من بازار بس پایم باش ما برم مادر. نه دیگه برو باش من برم خانم نخوری. پشت شمال میبر از چیز ورسی شمال می این دی طرف بشی. صحیح گمش که مادر. حالا تو باش مادر گمش که لیسو بشیر چی میکنی که مرد است دیگه گپ خبر شدم. حالا باش چی گل شکفته؟ دغم خدا میرم. ای بیبیم خو زده پوستم کاپر میکنه. چطور کنم؟ باش که برم گوش بگیرم. خارج که بخیری بعد میشه خودم خوب. نه من نمیخورم دل من نمیشه. خوبی تو؟ مادرم رفت؟ او خو رفت حالا اونجا تنها هم رو ایکش کدی خدا کنه باز جنجال نکنه دعوا نکنه.
اما تو ناقی وارد بیرون ببینه که از او خدا بند میکنه. چی کنه خواهی مادر چی چونه؟ نه امو خودت هم میرفتی یک دفعه امو وقت دیگه حاله پسان چون نمونه خواب رفت اگر گپ زده که ما چی کنم بگی بخور. نه نمیخورم مدلم نمیشه. نمک انداختی؟ آه نمک داره. داری خیلی ما تو راز خواهی چی کنیم؟ نسوار میزنه خوارش نمیاینه خواهی ما نمیاینه. نه هیچ کس نمیایه. این اینجا ما 2 نفر هستیم باز بیرون که میره وار اذیت میکنه که دیگه پای خود. هم بچه‌ش و دختر گریختانده هم میگه کجا است. باز میگه میرم نامزادش میگم. اما خسر مادرش یارو میگم. مادرم یارو میگه؟ آه. یک 2 دفعه قریب گفته بود. ولی چرا تو میکنه؟ میگه بان خبر شوه. نسوار سیگرت چرس مغز خشک میکنه. هنوز کم هم که روزی که باز نزنه خب بیخی حسابش خراب است. چهارم نیست مادر از چی بیادر میتونه فردی مقیده فیل چی پیدانش میکنه میگه با زندگی میکنه. خیمه چطور کنم؟ گفتم دختر نمیگیره. نانو جان ما بر از اون نگفتیم که دختر که بچه خودت گریخته رفته. گفتم دختر خانه خالش رفته. حالا چطور کنم؟ حالا که میگم دختر خوش نداره به بچه تو خوش نیست مرا بر از اون در خانه خالی خود پای خود قایم کرده که من نمیم. حالا چطور کنم که اگر وار الابتن؟ حالا یک کار کو که دختر بچه بیایه حاضر شوه بیایه. تو مادرش هستی. تو شیرنی بته گفته تا که مادرم من از او خلاص نکنه بر زن برویم شیرنی من نته من در 100 سالم نمیایم. خب تو مجبور نال من شیرنی بگی دختر بچه حاضر شوه بیایه. حالا ما خلاصش نکردیم نانو جان. حالا کاش که ما اعلام کنه که ما برای شما میتم خیلی چطور کنم. حالا ما اعلام نمیته چی کنم. حالا دختر که بیایه امی فردی نگیرش اما دختر بدر خور از واس. نه خب ما میفهمم امی گپ خب کلگی میفهمه که گاو سیاه شیری سفید. حالا نانو جان حالا ما کیلا کنه خب من خوش هستم چطور کنم. خیلی با چی میکنن دیگه بوده خبر شوه خود به خود اعلام میکنن بگو که بچه دانه خوش نداره که فردین دمی کنیم 2 ماه خلاص یکی شب نشفت طولو بیغم شوی از قرفت آمد زر صدا و جنجال بیغم شوی بگی یک لبزک بر ما بده که من بار زنگ بزنه بیادرش بخیزه بیادرش زنگ زده گفته که روزگار ما خراب است یک بر اجمل جان نه چیز نداریم پیسه نداریم چیز نداریم گفته هر رقمیش کار مرجوک ما پس بخیزیم بیاییم. نه من خود گفتم که نمیام. من خود گفتم تا دیگه نال دیگه دل دیگه کنال هر رقم من خود دل خودت است من از من یک گفتن بود دیگه شینگری گریخته و نگریخته دیگه. یعنی گپم کم بود که گپم شنیدم خدایا. گپ شینگری رو نشنیده بودم گپ شینگری رو شنیدم. دخترم چرا توی تکاره که دل جگرم زخم شد اولا باران شد. دخترم دل جگر اولا باران شد پاک پروردگار. این کار از کردن بود که توی کار کردی. نانو مرا خب بیخی دا خونتر کردی دخترم. ولی ما مشکلات خود براتون گفتم اینا رو خودتون هم درک کنید نمیشه که در هر موضوع ما باید پیش بینی کنیم. ما در مقصد خودت میفهمی دیگه کار به خاطر از اینکه مشکل از خودت اساس من نیست به خاطر که حل مشکل پیدا شد رنج باشه که بهترین حالا جان در داخل گروه باز گفتم بیاییم اینجا دیگه صحبت کنیم. من که بچه من از خاطر تو مصرف کردم تو را آوردم در اینجا که باش خیر از یک تصمیم بگیری بچه اگر بارم بخوای که من دیگه که من میارم اینجا من میارم. نمیشه خاله جان گفتم مشکلات ما را درک کنیم. مادرم اگه من بگیرم مادرم خورم در این میدان میمونه. دلت بچه میفهمید او خانه ما که همه مسئول همه ما میفهم سرخانه ما چشون داره. حالا از خیلی خانه رو میگیره مادر مرایی میکنه در این سرک. بچه من کارا رو خوش ندارم. تامروزی روز ما خرج خانه رو میدارم. اگه ما رسته کنم اینا چی کنم؟ میری امرای مادر گپ میزنی. امرای مادرم گپ زدم خاله جان چند بار گپ زدم بیبیم کلمون گپ زدیم ولی نمیشه خب مشکلات ما رو درک کنیم. خیلی چی میگم تو باور کن. ای بخورم گناه نکرد ما چی مقصر هستیم مجبور هستی بچه مجبور هستی ما شما تو یک روار داریم اگه دختر اول نمیگیره یا مثلا میموره باید یکی دیگه قبول کن مجبور است ایسا که گل واره نگاه میکنه باور بکوه. حالا شما برین خیر حالا میگه هر سنگ قیل کنی در هر خانه سی چون دختر است برین یک نفر دیگه نمیشه من خودت خوشم اومدی خودت بگیرم چی بش میشه. حالا جان نمیشه لطفا من گفتم بچه کاکا بیادر خواندیم
بچه تو ما بیادر خواندیم من خود نمیگیرم و زورم نمیمانم امشب میدیم امروز مدت گپ بزنیم به یک تفاهم برای اگر زور زور بتیم کنه این رقم آینده میشه مقصد گفتم امشب به تفاهم امروز مدت میرسی برای ما یک راه پیدا میکنیم. ما بعد از اینقدر مشکلات که شیرینی دادن ما دیگه توانش بر من نبود. من فردی نگفتم گفتم میره رقم گپ از من چی کنم دیگه. من خود دیگه در خانه زندگی کردن نمیتونم. نکو بیره خدا جگر خون نکو. تو دیگه چرا ای تو کار کردی؟ ای تو خوب خانه، ای تو خوب زندگی خیستی آمدی باز بچم چندان بچه نه یک بودری یک گلایی خیستی زندگی تا تباه کردی دی رقم خانه و زندگی دل میره وقتی که یک نفر دوست داشته باشی هیچ چیزش نمیبینی. کاش که بس راضی میکردی شانه که بر زمین بچه میداد نمیکردی کار برات خوب نبود سعی که زندگی خودم خراب کردی. رضایت نداشت با وجودی که بچه مامان بود مادرم رضایت نداشت. زیاد جگر خون شدم برای ازی کارت به خدا کار خوب خونه شد بچم خوب بچه نیست. کدام گل؟ با چی گپ شده؟ چی گپ؟ کدام گپ؟ هم پشت غم از بابا نمیفهم. اوشو تو هفتی دیوان تو رکایی شدی. اوشو دختر آن تر مریض شد در شفاخانه. اوشو تو یک گپ دیگه برام آمده میگه که من چم. کی گفت برات؟ کی گفت والا مادری گپ پات نمیمونه. خبر میشم. نه کی گفت برات؟ کسی نگفته. خودم من میره خبر شدم. تو علی اولا بودی از هوا خبر شدی؟ ای نمیفهم. حال چی بگویم مادر؟ من تو را ملامت نمیکنم مادر. بچه‌ت برات گفت. نه. برو چی میکنی مادر؟ مجبوری خدا کنی قربانش نمیگه انشالله پدرم قسم آدم نیست. برو چی میکنی مادر؟ خیلی شیطانک را پورا رسان کل چای. نه شیطانک چی میکنی مادر؟ همین گپ از چی قرار است و همین که من از گپ خبر شدم یک دفعه بفهم. تو خو مادر ما صلاحیت به تو دادیم و حالی هم صلاحیت در دست تو است. من نمیگم ما قدر به احترامی در مقابل تو هیچ وقت نخواد کنم. نه حالم خوب شده کم میزنه. بی بخور. نمیشه دل ما بیشتر خوردیم ما مادر. باش که بیا کل چی میگن شه به عزت ما کتی فردیم در این نفر بیا روز ما جور میکنم این حال اگر تال زشت بری کتازیوش و کتازیوش گپ کلش دا پای ما خواه میکنم با خدا کلام میشه پیش کنم قوم به عزت و بیا بگوش چندین دفعه مرا استاد کردن که بگو اگه خبر داری بگو من خود دیدمشانه خود نتونستم گفته مادرم هم نمون که بر تو بگویم بر از یا خودم نگفتم. اما وقتی که رفتم یا مرا میگفتی یا زنگ میزدی یا رقم میگیری کدام جلو میگرفت در بعضی گپا پات نکو کدام جلو یا کارم میگیره این فکر کارو چی کنه نامزاد مردم رو گریخت کنده بخون نامزاد شد چی نیشه دادن نه اما ایدا کنه بخدا که بسا تاوانش باید فردین پرته ولی شیرینی خوری میکه شیرینی یا دیگه مصرف کرد کجا پیسه داره؟ اولم خوب است که اینجا فشار بده که مردم مکلف است یک طرفه کنه که تازه برازی بتونش تو چی که خو جمع که من دیگه نمیخوام چرا؟ آلو میخوردی؟ بخو ایره بخو برو چی که آمد چای بیارم من تو ایره بخو اگه خوب بچه می بود خیش قام که از زن می دادشه و خدا بسیار به ایگه جگر خون شدم کاش کی کار نمی کردی سعی که زندگی زیاره خانه زیاره ده اینجا کس به خدا اگه یک شو ساعت آفرین تو که تو آمدی حیف زندگی حیف خودت و خدا زیاد جگرم خون شد برات بس دیگه خب نصیب قسمت از دیگه البته نصیب تم تو بود به خدا جگرم زیاد برات خون شد دیگه دوست داشته باشی که خیلی سخت است ولی من از دوست داشتن مثل دل پاکم دوستش داشتم بس خوار دکتر فامیل وقع کلان پیسه دار دی تو یک خانه غریب دی تو یک خانه خراب دی تو یک بچه پودری حالا بسیار جگرم برات خون شد عیف زندگی تا خودت عیف کردی با خدا خدا، 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 میرابان است خدا جگر خون نکو باز میم پرسان تا میکنم اول تا میگیرم
شک خود که زد چرا که گپ ما قبول کنی بچه نانک تا بخ بچه نانک تا بخو بس فکر میکنم دربارش همراه مادرم شدم گپ میزدم نمیشه که حالا تا اینجا تصمیم بگیرم به اونو نگم نه از این خاطر یک دفعه همراه زمان گپ بزنم باز میبینیم چی میگم صحیح سال نانک تا بخو نوشتی جانت باز گپ میزنم و شکر به احترامت دارم مادر. نه خیلی ببینی نکدی و نمیکنی خیلی ببینی به تا فکر نکردیم که میگم خوشویم مادرم اردوی بر من یکی است. بله بله. دیگه من نیست مادرم هستی ما دکتر تابال نگفتیم که خوشویم. دیگه نه نمیفهم کلی خو من خو گفتم که کتازو مردم خو تو خوب هنوز میفهمیدی. دیگه رمز و رموز از واره گفتم باش که چی گپ حالا بچه این گپ این قدر یا جور کردن هیچ گپ هم نیست. خدا میدانه که در دل ورزنم چی گشته که گپ زدم. اگه میزد به خودم میگفت حالا من قروز خانیش بودم چرا به من یاد نکرد ماما میره میگم نه لب تر نکرد یک همه که دختر در خانه نبود دختر نیدم دم چند روز که پاییدم دختر نیدم دیگه افتادم موگار شدم من دختر خوار دکترش زیاد قدر انسانیت کلشان زن ورم بسیار قدر عزت جان قربان پریزانه پختکو دیگه پختکو دخترک پیچکاری کرد یک دسته پیچکاری کرد دوا ورد برم از شفاخانه خود دیگه تا که از یک فضل خدا جور شدم خیستم آمدم من خزمون خاطر دختر ما تلبیسم که بیای یک جای بریم در اوس رفت مایسو آمدم که میشیشتیم همون جای یک دفعه در مجلس گپ من داختیم من چند دفعه هم گفتم ای ورزن ما گفتم که من توی میکنم معامله من میوردارم حالا من امروز مادر از همون خاطر گفت 1000 دفعه گفت چرا نه خیر است گفت در تا بقرالی بخو ای ورزن جان گفت خیر است بارامی میشه آرسیا خشاو نکاو شاو گوره خود پروردگار دیگه کس نمیفهمه نصیبشان باشه که این صبح دستی نفر میطلبیم نکاح میکنیم این که نصیب نباشه که وقت نکاحش تعیین نشده باشه از طرف پروردگار ما هیچ چیز کردن نمیتونیم خیلی دیگه ما چی میگفت ما بیادر ما برم یک دفعه کی دختر باز کجا رفته باش خبرم کی خورشید باز کجا رفته برم گاز سرش در بتم نمیفهم والله چی رقم کار است او رو میبینی رقمی رو میبینی بکم همه رو به تصویر ساختن حالا خواهم روز اول خوشی خواهم گفت که تو رای نزن زمیش در گردن من حالا نمیفهم والله میگه چی کنین حال دختر خونه است دختر اگه قبولم نداره دختر نمیای پیش روی ما نمیشینه که تو گفته اگه دختر آسونات قبول نداره یا تو بعدش بیای آرزو یاد من خیر است یاد میتونم برات کلی چیزا رو یاد میتونم از در طول زندگی آدم یاد میگیره خیره دیگه نه فردی زندگی حالا چیز که تو میزنی ولی بیزتی جان مادر خود بچه تو بیا به خدا در حساب ملامت است چرا ملامت باشه؟ سعی بچه علامت تر میگم ام یک آدم بیا تر بیا که بریم اجمل جان تو دلت نشه رفته بزرگ تو کس برده میتونه خلاص بچه تا بردیم از بان بازی کرده بیارم خوراک تا بیارم نمیجا بشن خدا نکنه زن کاکا جان سعی کنین ما مشکل خدا به شما دخترک شما میکنی مشکل ننگ ناموس ما بیار دختر بشون راست میاد دختر بیار کدام ننگ ناموس شما روستا نیست خانه تا نبردین که امی آسانات هم روی خود برده حالا ما یارو پیدا کردیم جایشون هم گرفتم یارمشان خانه خب کمی یک کارش و کیجی آبرو وزت فامیلش و مامای من در خطر است هر کس ببینه گپ بد